دیشب ساعت 9 اتوبان صدر رو غرب به شرق داشتم میرفتم، یه موتوری بنزین تموم کرده بود. منم با این بودم، وایسادم یه دونه از این بطریای یه نفره آب معدنی بنزین تو باکس این داشتم، دادم بهشون راه افتادم. یه مثلا الان فاصله این موتوره رو ببین تا اون، دیدم که نمیاد، هی داره شل میاد. وایسادم که برسه بهم، رسید گفتم که چه نمیاد از چی بری، این موتورم زیاد تون نمیره، همین 40-50 تاست. گفت نه داداش شما برو، زشته من از شما جلو بزنم. آجی بعضیا تو چه خونواده هایی بزرگ شدن، بنزین بهش دادم میگه از تو رد نمیشم. رحمت به اون پدر مادرت که تو رو تربیتت کردن، رحمت به اون خونه‌ای که تو از توش اومدی بیرون، حرمت سفره رو یارو نگر نمیداره. من به امام حسین تبریک میگم به اون پدر مادر، حیف دیشب نمیشد تو اتوبان، وگرنه می آوردمش جلو دوربین. رحمت به اون پدر مادری که بچه قدرشناس تربیت میکنه.